خوش آمدید جدید در ویدیو امروز اومدیم با ساخت خونه جوجه رنگی. بچه آخر ویدیو من یه راه بسیار آسان‌تر بهتون نشون میدم. این ویدیو بچه در مورد اینه که با یه سبد یه مردی یه خونه جوجه رنگی درست کنه. الان بریم که داشته باشیم. بچه این آقای اون میله های سبد رو بچه میزنه تا اون غذاهایی که میذاره بیرون و جوجه بتونن سرشون از اونجا رد کنن و غذا و آب و دونشون رو بخورن. فکر کنم اونجایی که لوله ها رو چیز کرد، لوله ها رو اینجوری سوراخشون کرد، فکر کنم تو اونا آب و غذا میریزه تا جوجه‌هاش بخورن فکر کنم. و با یه سنباده اینجوری لباشو اینجوری میکنه تا تیز نباشه به جوجه‌اش آسیب برسه. واقعا بچه کارش حرفه‌ایه.
بچه ها اون میخواد واسه یه سقف بذاره. البته فکر نکنم سقف نیاز باشه، ولی شاید مثلا موقعی که سرما هست اینجوری مثلا برف میاد، برف نره تو خونهشون. فکر کنم واسه این داره واسه جوجهاش سقف درست کنه. و بچه واقعا بچه کارش عالی بود، حسابی حرفه‌ای عمل کرد. و بچه شاید بعضیاتون ندونین مادر مصنوعی بچه ها چیه، لامپ مادر مصنوعی. شاید بعضیا بدونن، بعضیا ندونن. واسه اونایی که نمیدونن بچه ها، مادر مصنوعی یه جور میشه گفت فوش نیست، یه جور یه لامپیه که یه گرمایی داره که به جوجه منتقل میشه جای نصبش کنی. و اگه او آقا مادر مصنوعی هم میذاش واقعا خوب بود. یه جور لامپیه که حبابش قرمزه و اینجوری گرما تولید میکنه. اون باعث میشه جوجه ها فکر کنن مادرشونه و بهشون کمک میکنه که نه سردشون بشه، هم حس آرامش بگیرن. و بچه ها بریم سراغ مال من که آسان ترین چیزی است که بچه ها آسان ترین خونه که میتونین واسه جوجهتون درست کنین همینه و به هیچ نیازی نداره، فقط به یک نور نیاز داره. الان بهتون نشون میدم. و بچه ها ما به هیچی نیاز نداریم، فقط به یه جعبه مقوایی بچه ها ما نیاز داریم. یعنی بچه ها آسان ترین راه همینه. آسان ترین، ما نیاز به یه جعبه مقوایی داریم و به یک نور. این بچه های یه ریسه است که دور درخت های سال نو میبندن و جور چیزا. و بچه با گوشی میتونی بهش متصل بشی، یه کنترل هم داره. این سریش بچه ها به اینا بچه ها میخوره و میتونی اینو بزنین قد برق و یه کار کنه. و واسه کسایی که کنجکاون که بدونن این جوریه الان بهتون نشون میدم. خب بچه ها اینم از این با کمک کنترلش. بچه برد کنترلش کمه و از فاصله دور نمیتونید اینو اینجوری روشن کنید، چون که دیگه برد کنترلش خیلی خیلی کمه و باید خیلی برین نزدیک تا این کار کنه. به عجب خوشگله. میبینید بچه این حالت رنگیشه بچه، این یکی اینم بچه حالت رنگیشه که واقعا خوشگله.
اینم بچه ها اینجوری میتونین رنگاشو عوض کنید، قرمز، آبی، هر رنگی که دلتون خواست. و بچه البته بچه این مادر مصنوعی از این بهتره، چون مادر مصنوعی مخصوص جوجه هست، این فقط واسه نورپردازی اتاق خوبه. ولی من میتونین به عنوان یه نورپردازی که واسه جعبه جوجه رنگیتون بخوایم میتونین ازش استفاده کنین. به عنوان نورپردازی جعبه خونه جوجهتون میتونین ازش استفاده کنین. ولی اینو دوباره بگم بچه ها، کار لامپ مادر مصنوعی نمیکنه، هیچ گرمایی نمیده، فقط یه جور نوره. آرامش بخشم متاسفانه نیست. و بله بچه ها، ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار. و بچه ها ما به هیچی نیاز نداریم، فقط به یه جعبه مقوایی بچه ها ما نیاز داریم. یعنی بچه ها آسان ترین راه همینه، آسان ترین. ما نیاز به یه جعبه مقوایی داریم و به یک نور. این بچه ها یه ریسه است که دور درخت های سال نو میبندن و جور چیزا. و بچه ها با گوشی میتونی بهش متصل بشی، یه کنترل هم داره. این سریش بچه ها به اینا بچه ها میخوره و میتونیم اینو بزنین قد برق و یه کار کنه. و واسه کسایی که کنجکاون که بدونن این چه جوریه، الان بهتون نشون میدم. خب بچه ها اینم از این. با کمک کنترلش بچه برد کنترلش کمه و از فاصله دور نمیتونین اینو اینجوری روشن کنید، چون که دیگه برد کنترلش خیلی خیلی کمه و باید خیلی برین نزدیک تا این کار کنه. به عجب خوشگله. میبینید بچه این حالت رنگیشه بچه، این یکی اینم بچه حالت رنگیشه که واقعا خوشگله. اینم بچه ها اینجوری میتونین رنگاشو عوض کنید، قرمز، آبی، هر رنگی که دلتون خواست. و بچه البته بچه این مادر مصنوعی از این بهتره، چون مادر مصنوعی مخصوص جوجه هست، این فقط واسه نورپردازی اتاق خوبه. ولی میتونین به عنوان یه نورپردازی که واسه جعبه جوجه رنگیتون بخوایم میتونین ازش استفاده کنین. به عنوان نورپردازی جعبه خونه جوجهتون میتونین ازش استفاده کنین. ولی اینو دوباره بگم بچه ها، کار لامپ مادر مصنوعی نمیکنه، هیچ گرمایی نمیده، فقط یه جور نوره. آرامش بخشم متاسفانه نیست. و بله بچه ها، ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.